در شهر اسلام آباد پاکستان مخالفین حکومت اعتراض در نزد پارلمان این کشور را ادامه می‌دهند. رهبر مخالفین عمران خان به سروزیر پاکستان نواز شریف برای اعلان استعفا 24 ساعت وقت داده است. روز یکشنبه عمران خان گفته بود که اگر در دوام شبانه روز آینده استعفای سروزیر به عمل نآید، حزب زیر رهبری او اقدام‌های بعدیش را آشکار خواهد کرد. عمران خان و متفق او طاهر القدری سروزیر پاکستان را به تقلب در انتخابات پارلمانی سال 2013 که نواز شریف را سر قدرت آورده است متهم می‌کنند. همچنان در پاکستان مقامات ولایت خیبر پختونخوا و پناهندگان داخلی مقیم این استان دستور داده است که تا آغاز سال خوانش یعنی 1 سپتامبر مکتب‌ها را خالی کنند. در شهر پشاور این مردم بیخانه و در از مقامات طلب کردند که به آنها جای زیستی الटरनेटिवی تامین کرده شود. فعلا در 1400 مکتب ولایت خیبر پختونخوا پناهندگان به سر میبرند. ابتدای تابستان سال روان ارتش پاکستان در شمال وزیرستان عملیات بر ضد جنگجویان اسلامی را شروع کرد. در نتیجه نزدیک به 1 میلیون نفر مکان زیست دائمی خود را ترک کردند. شب گذشته بر اثر موشکباران شهر قرمه ولایت انبار عراق کمش 1 نفر به هلاکت رسیده، چند تن دیگر جراحت برداشتند. همچنان در برخوردهای ارتش عراق با سلاح به دستان گروه دولت اسلامی که بخشی از ولایت انبار را زیر نظارت قرار دادند، چندین خانه استقامتی تخریب شده است. ساکنان قرمه شکایت دارند که حمله های هوایی ارتش عراق شهرشان را به ویرانه تبدیل داده است. در مولداوا با تشبث حزب سوسیالیستی راهپیمایی به مناسبت 70مین سالگرد رهایی کیشینیوف از تصرف فاشیستان آلمان و نیروهای رومانیا برپا شد. مولداوا در نتیجه عملیات ارتش شوروی در ماه آگوست سال 1944 آزاد شده است. در گردهمایی بعضی فعالان به اصطلاح لنتوچکاهای گیارگی را آویخته بودند. اخیراً این رمز نظامی روسیه را جدایی خواهان اوکراین هم قبول کرده بودند.